اولا اینکه ما از کجا معلوم هست در آخر الزمان هستیم، دو نوع علل میشه براش ذکر کرد. بعضیا میگن آقا این حوادث ممکنه 1000 مرتبه دیگه هم مثلا شبیهشو مثلا شما تطبیق میدی، میگه آقا بیرون شهر کوفه 70 نفر از شیعیان و دوستان اهل بیت به شهادت برسن، یک جا ممکنه آقای حکیم و نمازگزاران نماز جمعه نجف اشرف باشه. ممکنه. یا آقا ممکنه 1000 بار دیگه 70 نفر کشته بشن، معلوم نیست که این قصه همون قصه باشه. یا میگی آقا یک کسی به نام عبدالله در یه جای حاکمه، اگر ایشون فوت بکنه بعد از اون یه حکومت بی‌ثباتی در منطقه حجاز پیش میاد و بعد از اون ظهور رخ خواهد داد. میگه آقا ممکنه 1000 تا عبدالله دیگه بیاد و فوت کنه و بعدش هم دچار بی‌ثباتی بشه اون منطقه. سفیانی ظهور بکنه باید بیاد نقشه خاورمیانه رو به هم بریزه و الان حداقل 10 سالی هست دست استکبار جهانی تو پوست گردو مونده. خودشون هم 100 مرتبه اعلام کردن ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نقشه خاورمیانه رو به هم بریزیم. با این ترکیب دیگه نمیتونن مدیریت کنن منطقه رو. شاید اون سفیانی که در روایات آمده مسیر حرکتش هم مشخصه و هیچ کاری نمیکنه جز نقشه خاورمیانه رو به هم زدن، نقشه‌ای که استکبار برای خاورمیانه داره همون باشه. شاید میگه آقا ممکنه نقشه خاورمیانه 1000 مرتبه دیگه 200,000 سال دیگه هم همینجوری تغییر کنه، بالا بشه پایین بشه، ظهور رخ نده. در مقابل اینجور برخورد با اخبار ظهور باید گفتش که اهل بیت اصلاح و طهارت که بیکار نبودن یه علامتی رو بگن که علامت نیست. اگه بنا باشه 1000 تا عبدالله دیگه بیاد فوت بکنه و شرایط بی‌ثباتی تو اونجا پیش بیاد، این چه علامتی؟ شما آدم عاقل باشید میتونید اینجوری علامت بدی مردم رو بذاری سر کار؟ آقا اگه بنا باشه که خاورمیانه نقشش 200,000 مرتبه دیگه تغییر پیدا بکنه با حرکت‌های شبیه حرکت سفیانی و این همانی نباشه، احتمالش بالا نباشه تا 200,000 سال دیگه قصه تأخیر بیفته، خب این چه طرز علامت دادنه توسط اهل بیت اصلاح و طهارت؟ شما زحمت بکشید این دفعه بفرمایید 14 معصوم اشتباه کردن علامت دادن. چرا به ما میگی تطبیق نده؟ و اهل بیت بفرمایید این چه علامت دادنی؟ اصلا علامت نده. وقتی که درباره اخبار مربوط به حوادث ظهور روایاتی رو آدم میشنوه نباید باش اینقدر بی‌اعتنا و بی احترام برخورد بکنه. یه دفعه به برخی از روایات مربوط به اخبار حوادث ظهور که میرسن یه جوری گیر بعضیا به سند روایت میدن که تو مسائل فقهی اونجوری گیر نمیدن به سند، تو مسائل تاریخی اونجوری گیر نمیدن به سند. کتابی است به نام بیان الائمه. من این کتاب رو کامل بررسی نکردم میزان اتقانش رو ببینم، لذا به عنوان کتاب مرجع به طور قطعی از حیث خودم حداقل معرفی نمی‌کنم. شاید هم خیلی زحمت کشیده باشه نویسنده محترم. نوشته بود که کشورهای غربی میان اسلحه هاشون رو میگذارن در کشورهای منطقه و بعدش هم به عراق حمله میکنن، از راه جنوب حمله میکنن تا بغداد رو با نبرد نظامی پیش میرن، بغداد رو قفلا وارد میشن، لأن امراءهم من املائهم، چون رؤسای بغداد املاء خودشونن. ولی قبل از اینکه صدام بیاد رو کار نوشته، بعدش هم آدم میبینه طابقا نعل به نعل اتفاق میفته. صدام که از املاء اونا هست. نه آقا معلوم نیست هیچی معلوم نیست، آقا نگو، آقا نبین، آقا این چه بدطرز برخورده. بالاخره ائمه هدا علائم ذکر کردن. این در حالیه که حالا ائمه هدا علیهم السلام وقتی که خبر میدن چجوری دقیق خبر میدن. اومد پرسید آقا امام صادق از سفیانی برای ما بگو. آقا فرمود کدوم سفیانی؟ سفیانی اول یا سفیانی دوم؟ آقا مگه 2 تا سفیانی هست؟ فرمود بله، سفیانی اول این جنایت ها رو میکنه تو منطقه عراق، سفیانی دومه که 6 ماه قبل از ظهوره. اینجوری آدرس میدن که شما سرسری نگیری. معلومه ائمه هدا علیهم السلام قصد جدی داشتن برای اخبار آخر الزمان دادن. یه دفعه ما نمیدونم چجوری بزرگوار میشیم میگیم نه حالا اینا رو بذاریم کنار. شما احتمال نمیدید ائمه هدا علیهم السلام برای هوشیاری ما اینا رو فرمودن؟ کار تطبیقش سخته. بله سخته. ممکن آدم اشتباه بکنه. بله ممکن آدم اشتباه بکنه. یقینی نباید تطبیق بدید. باشه، ولی 200,000 سال دیگه هم توپو پرت نکن پشت بون.
ارزش اخبار مربوط به حوادث پایانی رو نباید تو کم بکنیم. آقا معلوم نیست، ممکنه 1000 تا دیگه عبدالله بیاد. اگه بگی 1000 تا دیگه عبدالله بیاد و فوت بکنه و ال بشه و بل بشه، پس من به اون گوینده خبر شک میکنم. آقا بالاخره گوینده خبر میخواسته خبر بده یا میخواسته ما رو بذاره سر کار؟ قصد داشته معمای سرگرم کننده مطرح کنه ما سرگرم بشیم، یا نه واقعا یه خبر خاصیه؟ آقا این حکومت معلومه از سراپاش میریزه که این عبدالله بره بی ثبات میشه. تو روایت هم همینو گفتن. استکبار چاره‌ای نداره جز اینکه نقشه خاورمیانه رو به هم بریزه. به هم بریزم باید کشتار بکنه، راه دیگه نداره برای نجات. و اونا جنایتکار هستن که این کارو بکنن. این چرا نباید اون سفیانی باشه؟ تو باید دلیل بیاری که این اون نیست. تو باید دلیل بیاری. رسول خدا دارن کلماتی رو، امیرالمؤمنین دارن کلماتی رو، تا برسه اوجش امام صادق علیه السلام. بعد از امام صادق علیه السلام با همه احتیاطکاری ها و مخفی کاری هایی که صورت می گرفته، اینقدر اخبار مربوط به حوادث ظهور رو میدادن که بعضی ها از بنی العباس طمع میکردن برای اینکه این اخبار رو به خودشون منسوب بکنن، اسمای خودشون رو تغییر بدن متناسب اون اخبار مردم رو به اشتباه بندازن. اینقدر خبر دادن جدی بوده. البته چند تا نکته رو باید رعایت کرد. نباید الکی تطبیق داد، نباید عجولانه قضاوت کرد، نباید بی احتیاطی کرد، نباید قطعی نظر داد. ولی احتمالات درجاتش هم کنار هم دیگه که میذاری، این قطعات پازل داره یه نقشه‌ای رو به ما نشون میده. همش رو که نمیتونی انکار کنیم که. کسی هست از قم قیام میکنه، اسم اون اسم یکی از انبیاء اعظام است. خب اسم آقا روح الله خود ما حضرت عیسی ابن مریم همون میشه دیگه. نه آقا معلوم نیست، ممکنه هزاران سال دیگه هزاران نفر دیگه قیام بکنن. دوباره یه روایت دیگه میاری میگه آقا در روایت نوشته که اسم او روح الله هست. حالا چی میگی؟ ممکنه حالا مثلا روح الله های دیگه قیام بکنن. شما هم خیلی بیکاری ها. ائمه معصومین علیهم السلام خبر نداشتن از اینکه کسی به نام آسید روح الله نازنین ما قیام میکنه. بر سیاق اخبار آخرالزمان هم خبر داشتن، هم اگر یه روح الله دیگه باشه باید اعلام میکردن روح الله اولی که قیام میکنه نه یکی دیگه، کما اینکه مشابهشو تو موارد دیگه فرمودن. بعضیا علاقه دارن اینا رو انکار کنن. چرا آخه؟ این یه برخورد دومی که بعد صورت بگیره این هستش که آدم عجولانه و بد قضاوت بکنه. همینجوری دقیقه یه دفعه هر کدوم از اون شخصیت‌های ناشناخته رو که دقیق مختصاتش در اومده هی به این تصویر بدیم، هی به اون تصویر بدیم، هی اعلام کنیم، هی مردم تو حول و ولا بندازیم و هی سبک کنیم اصلا کار تطبیق دادن و کار تحلیل کردن اخبار آخرالزمانو. این هم کار خوبی نیست. ولی باید اینا رو جدی گرفت. آقا پیچیدگی هایی هم داره ها. شاید همه بررسی کردن بحث دجال رو هنوز نفهمیده باشن شخص یا شخصیته، ولی آخه یه حرفایی هست نمیشه از کنارش صادرات شد. اما گروه دوم دلایل مربوط به آخرالزمان چه دلایلی هستند؟ گروه دوم دلایلی که دلالت میکنن ما در آخرالزمانیم و یا میتوانند دلالت بکنن قواعد ظهور هستند، نه حوادث ظهور. قواعد ظهور چیه؟ میفرماید ظهور مهدی ما بعد از یأس رخ میدهد، یا میفرماید ظهور مهدی ما بعد از اینکه هر کسی ادعا داره تئوری برای اداره حیات بشر داره، تئوریش زمین میخوره، یه خلأ تئوریک در جهان پدید میاد، بعد ظهور رخ میده. حوادث ظهور تکلیف ساز نیستن. آقا یه عبداللهی از دنیا میره، خب حالا به ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید سعی بره دیگه، ممکنه بکشیمش که دیگه آقا زودتر شما برو با این قصه درست بشه. ولی قواعد ظهور تکلیف ساز هستن. میفرماید ظهور بعد از کی رخ میده؟ بعد از اینکه هیچ کسی تئوری نداشته باشه برای عالم. من الان از شما میپرسم آیا تئوری برای اداره حیات بشر موجوده که امتحان نشده باشه؟ تو کدوم رشته علوم انسانی ادعا شده تئوری جدیدی به بازار اومده؟ بعد عقل تو قاضی کن، امکان آمدن تئوری جدیدی هست در حالی که تئوری اسلامی ما داره پا میگیره و به عنوان یگانه تئوری خودش رو داره معرفی میکنه. آقا دموکراسی که اونا میگفتن پایان تاریخه، مغز حمار که نخورده بودن اینو گفته بودن.
بررسی کرده بودن برای خودشون. شما بخواید دکترا بگیری باید به حرفا اونا رو امتحان بدی به دکترا بدن. یه دفعه اینجا که میرسه بی اعتبار میشن. حق دموکراسی هم که در اومد. یکی دیگه از قواعد ظهور که من مایلم این رو جزء قواعد ظهور بگذارم، نه جزء حوادث ظهور. یه قومی قبل از ظهور قیام میکنن یوبتئون للمهدی سلطانه، مقدمه ساز ظهور حضرت میشن. خب همه مفسرین آیات قرآن و روایات میفرمان اون قوم ایرانیان هستند. المیزان علامه طباطبایی رو ببینید، ذیل اون آیه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. الله میفرماید این آیه مال ایرانیای آخرالزمانی که قیام میکنن و مردانه قیام میکنن. مختصاتش هم اینه، مختصاتش هم تو روایت اومده. اینا باید بلند شن قیام بکنن. شهید بهشتی تعبیر زیبایی داشت. من اصلا ارادت پیدا کردم به شهید بهشتی به خاطر این تعبیرش که فرمود هیچ چیزی ظهور آقا رو نزدیک نمیکنه مثل این که ما بلند شیم یه جامعه نمونه بسازیم به جهانیان ارائه بدیم، این ظهور حضرت رو نزدیک میکنه. اینو بذار کنار اون نظریه‌ای که فساد باید عالمو بگیره نکنه ما هم باید کمک کنیم به فساد. فساد که عالمو میگیره گرفته، ما باید مقدمه سازه باشیم، ما باید گروه مقاوم باشیم که حق رو ازش دفاع میکنن. مثلا یکی از قواعد ظهور تبیین تمحیصه، باید روشن بشه حق از باطل. این کاروان غزه میبینی راه افتاده، یکی از قواعد ظهور آقاست. کنفرانس دوربان وقتی که همه کشورها جز آمریکای جنایتکار گفتن که اسرائیل نجات پرسته، این یکی از تحقق قواعد ظهوره. حق شما فکر میکنید چقدر باید آشکار بشه تا آقا بیاد؟ حالا شما این همه حرف رو از قواعد ظهور، از اخبار ظهور بذار کنار یکی دو تا روایت دیگه. یک، میفرماید هر کسی ظهور رو نزدیک ندونه قسی القلب میشه. دو، میفرماید وقتی ظهور رخ میده منتظران حضرت میگن ما انتظار نداشتیم اینقدر یه دفعه رخ بده. سوم، میفرماید خدا امر فرج رو یک شبه اصلاح میکنه، زیاد منتظر مقدمات طولانی نباشید. در کنار این سه تا روایت واقعیت‌های جهان رو شما نگاه کن. کی فکر میکرد فروپاشی شوروی در عرض کمتر از یک ماه صورت بگیره؟ کی نمیبینه که الان حرکت‌های بین‌المللی، اتفاقهای جهانی سرعت پیدا کرده؟ در اخبار آخرالزمان هست که قوم مرجعیت علمی پیدا میکنه برای جهان اسلام و جهان بشریت و از قوم به اقصی نقاط عالم علوم اهل بیت نشر پیدا میکنه. من چند هزار تا طلبه از چند کشور جهان الان توی قوم دارن درس میخونن، آمارشو نگم. بعد در روایت تأکید شده میفرماید این از نجف، از کوفه علم میاد تو قوم متمرکز میشه، به همه عالم منتشر میشه و بعد صریحا میفرماید که این وضعیت باقی میمونه تا ظهور. بعد میگه که حالا ممکنه این دفعه اومده این دفعه اون آخریه نباشه، دوباره بره دوباره برگرد. تو میخوای به هر قیمتی شده بگی فعلا ظهور رو کنید، کاری میخوای بکنی؟ حالا ما در آخرالزمان هستیم یا نه؟ خودتون محاسبه بفرمایید.